عزیز جای تعجب باشد، اما بعضی انسان‌هایی است که مرگ اونها مرگ عالم است، مرگ اونها امت را در غم می‌اندازد، مرگ اونها جامعه را می‌گیراند. این مرگ حضرت عاشقان خدا پیغمبر، عاشقان اسلام و قرآن، عاشقان وارثان محمد، این عشق شما برای خاطر چیست؟ برای خاطر از دست دادن یکی از وارثان پیغمبر. والله محفل‌های ما با حضور حضرت ایشان زیادت داشت، مجلس‌های ما و شما با شرکت ایشان نورانیت داشت. حضرت ایشان وارث حقیقی پیغمبر خدا بودند، زیرا اخلاق عالی حمیده داشتند، زیرا تواضع و خاکساری داشتند، همه را از خود بالا می‌دانستند. امروز این تواضعشان، این خاکساریشان ایشان را پادشاه کردند. هیچ پادشاه مانند ایشان حرمت ندارد. از تواضع خاک مردم بشود، نور نار از سرکشی گم می‌شود. عزیزان من، عاشقان حضرت ایشان، شما گریه نکنید، شما برای ایشان گریه نکنید، ما حق داریم گریه کنید، وحیدین خان حق دارد گریه کند. دیگه محفل ماهای ما از ایشان خالی شد. شما یکم کمونید، یکم مسئله شرعی داشته باشد، ما از وحیدین خان حل بکنه، اما ما دیگر حضرت ایشان نمیابیم. بر رسول اکرم گفتن موت العالم موت العالم. یا الله، چی به این زودی حضرت ایشان روشن از الله و عالمی بالا بود. اکنون زیاد صحبت کرده نیستم، زیرا که پا بودن میتونه رو خیلی هم فرصت نبود. این قدر گفتم هستم که عزیزان من حضرت ایشان جای‌نشین پیغمبر خدا بودند، یک نمونه از سلف صالح بودند. زیرا زبانشان همیشه گویایی به ذکر، زبانشان گویایی به تلاوت بود. باور کنید وقتی که بیماریشان پیش از رمضان بود یا بعد رمضان آمدن، حالتشان خیلی وزبین بود، چون گلی پژمرده اکنون پژمرده شده ایستاده بود. حضرت گفتند پیشان 70 سال در این دنیا عمر گذراندم، راه کردم، الحمدلله این سال نمیتونم 2 روز میرم، امیدوار پروردگاری کم روزی من نمیکنه. در حالتی که مرد براش معلوم بود نمی رمضان میخورد، نمی روزه رو میخورد. این نشانی ایمان حضرت ایشان بود. پروردگار سفرشان به خطر کرد. اولا از همه شما عزیزان اخلاصمندان و دوستان حضرت ایشان، شان از نام صاحبان علم و بزرگان و از نام خودم و خاندان ما، ایشان قصدالله ایشان محمود جان، اولا حضرت ایشان محققانی که امیدوارم پروردگار ایشان جای نشین خوب برای حضرت ایشان بگرداند. پروردگار تسلیت و تعزیت از بکنه. ثانی از خداوند مهربان جهان اسلامی سفری دور و دراز و خیلی خطرناکه، خدایا برای حضرت ایشان سفری عروسی گردان. پروردگار خالی قبرش براش حجری عروسی گردان. پروردگار زبانش در قبر و در روزی رستاخر به گفتن کلمه لا اله الا الله که عاشق او بود، گویایی به او بود، گویا گردان. پروردگار الان مفتشای تو در قبر برای سوال و جواب میآید، زبانش به گفتن سوالهای اونها را جواب گویا گردان. پروردگار خانه فرزندای عزیزش که برخداشته در جدای از ایشان صبر جمیل نصیب فرما. عزیزان من حضرت عبدالرحمن جامی باید دارد به او صحبت به پایان میرسانم. سالها باید که تا یک سنگی اصلی زافتاب لعل و گردد در رخشان یا عقیل اندری من. سالها باید که تا یک مرد حق بر پا پیدا شود، بایزید اندر فرا
محلی خانم جای نشین خدمت باش کردن